خوجه هستم و نخست میخواهم توجهتان را به سرخط موضوع روز 19 مارت جلب کنم. سنگ‌های رمزی را برداشتند، روی ورق اسفره برای روا باز شد. ساکنان دو طرف میخواهند دیگر جنجال تکرار نشود. اینجا آرامی شود یکم. دوم اینکه همین چهل مثل پیشتر بودیم، همین خیلی زندگی کنیم، فقط راهی مایه علاوه جابجا کرده تیه. اتاق‌های مخصوص بازپرسی و مجهز با کامراهای مشاهده‌ای مقامات انتظامی راه‌های مبارزه با شکنجه را می‌آموزند. شکایت‌ها در این زمینه کم نمی‌شود. بعد همینجا گریسته گوگی اوتا مرا بسیار به درجه زدن که من همه مایی باید 4 روز فقط خوشقتی مرا خود دادیم. و در افغانستان تا بالروی قیمت اینترنت، سفیر نوی آمریکا در دوشنبه در نخستین نشست مطبوعاتی به سوال ژورنالیستان پاسخ داد. در پی مناقشه مرزی روزهای 13 و 14 مارت، دادستانی کل قرقیزستان 7 پرونده جنایتی آغاز کرده است. تفتیش این پرونده ها را گروه مشترک تفتیشاتی تاجیکستان و قرقیزستان انجام می‌دهد. دادستانی کل قرقیزستان میگوید پرونده ها با اتهام سوءقصد به کشتار، غارتگری و بی‌ترتیبی‌های عمومی باز شده است. ضمناً یکی از مهمترین تصمیم‌های مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در روز گذشته باز شدن راه‌های ماشین‌گرد در سمت ورق اسفره و بودکند لیلک بود. 18 مارت از راه وارخ اسفره سنگ‌های رمزی را برداشتند. بعد محاصره 5 روزه دوباره راه وارخ به اسفره باز شد. روز 13 14 مارت در مرز بین تاجیک‌ها و قرقیزها سر ساختمان راه آقسای تمدیق ماجرا شد. 2 تاجیک کشته، بیش از 20 نفر زخمی و 3 نفر قرقیز مجروح شدند. در پی این قرقیزها راه وارخ اسفره را بستند. با راهبری معاونان سروزیران هر دو کشور مذاکرات شروع شد که روز 18 مارت به پایان رسید. امیدواریم ما از همین که ما حرکت کرده تینجی آرامی شود یکم. دوم اینکه همین چهل مثل پیشتر بودیم، همین خیلی زندگی کنیم، فقط راهی مایه علاوه جابجا کرده تیه. قبل از مراسم باز شدن راه وارخ اسفره، رئیسان دهات تاجیک نشین و قرقیز نشین روبرو صحبت کرده عهد دوستی بستند. پیغمبر خدا فرمودند مسلمان باید نیکی که به خود می خواهد به دیگران نیز خواهد. بیایید برای یکدیگر نیکی کنیم. ساکنان وارخ میگویند از سال 70 عصر گذشته تاجیک ها و قرقیز ها برای راه و آب و زمین بحث دارند. این بحث ها چندین مراتب به زنازنی کشیده شدند. گزارش عبدالله شروف بود. مناقشه اخیر مرزی در شمال تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران تاجیک با واکنش‌های زیاد روبرو شد. بسیاری ها در سر زدن جنجال کشور همسایه را ایبدار کرده گفتند که جانب تاجیکستان نباید در این بحث کوتاه آید. اما در همین حال یک سازمان ژورنالیستی که خبرنگاران تاجیک و قرقیز را گردی هم آورد از وسایط اخباری آمد خواست که در پوشش این موضوع به احساسات دادن نشوند. با رادیو صوفی گزارش می‌دهد. در پس منظر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، شبکه مشترک خبرنگاران تاجیک و قرقیز از خبرنگاران و رسانه‌ها خواسته است در پوشش ماجرا از اخبار ناصحیح و احساس برانگیز استفاده نکنند. مسئولان شبکه میگویند به مشاهده میرسد که خبرنگاران هر دو طرف از اطلاعات ناسنجیده و بعضا دروغ استفاده کردند. ما مشاهده کرده میتونیم که در 2 روز اخیر چند فیک های هم پرتافتند در شبکه اجتماعی که علاقه همکسبای ما اون را تحقیر کردن، گفتند دلیل آورده توانستند که بر دروغ است یا نوارهای کهنه می باشد که از نوار گرفته یا منتج کرده ایستاده اون را همچون یک وضعیت حاضره گفته در شبکه اجتماعی پخش می‌کردند. در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که چگونه روزهای اخیر هم خبرنگاران تاجیک و هم قرقیز دو طرف را به سر زدن نظام متهم می‌کنند. بعضی از رسانه‌ها صحنه‌های جنگ و دعوا و بیانیه‌های احساساتی بعضی از ساکنان را نشر می‌کنند. بعضی از خبرنگاران تاجیک مقامات را برای پنهان کردن واقعیت متهم می‌کنند و می‌گویند که پنهان داشتن خبر برعکس سبب دروغ پراکنی و برعکس بدتر شدن وضع می‌گردد.
پنهان کردن هیچ حادثه، مخصوصا حادثه‌ای که در اونجا خون میریزه و که خب احساسات مردم رسیده می شود امکان ندارد. منبع دیگر یا جانب دیگر حتما از اونها به طور خودی استفاده میکند و فضا را حتی با مثلا معلوماتی از واقعیت دور کار میکند که این البته به ضرر هر دو جانب تمام میشود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و بیش از 470 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم جنگ و دعوا می کنند. می خواهید هر روز اخبار تازه از تاجیکستان را بخوانید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیوی آزادی. در بخش جستجو رادیوی آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و موضوع تنش مرزی رو ادامه میدیم. روز گذشته سفیر نوی سفارت آمریکا در دوشنبه نیز در نخستین نشست مطبوعاتیش با ژورنالیستان به موضوع تحولات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان داخل کرد. جان مارک پومرشایم گفت که آمریکا جانبداری روابط قوی این دو کشور است. We've been following the news reports on the situation between Tajikistan and Kyrgyzstan. ما گزارش های خبری درباره وضع در میان تاجیکستان و قرقیزستان را پیگیری میکنیم. من شنیدم که پرزیدنت امامعلی رحمان با رئیس جمهور قرقیزستان صحبتی داشت. تلاش ها به خرج داده شده است. خبرهای در رابطه با حل شدن وضع نشر می شوند. یک کمیسیون هم تشکیل شده است تا که حوادث در مرز رخ داده را دقیق معین کند. موقع ایالات متحده آمریکا خیلی روشن است. ما جانبدار روابط خیلی قوی میان تاجیکستان و قرقیزستان هستیم. ما تلاش های دو حکومت برای به تنظیم درآوردن و پس کردن تنش ها را پشتیبانی میکنیم. ما میبینیم که هر دو کشور در این سمت کار میکنند. امیدواریم که این تلاش ها موفقیت آمیز شوند. یکی از مسائل دیگری که در ملاقات با جان مارک پومرشایم مطرح شد وضع افغانستان و خبرهای نگران کننده آید به تجمع هزارها جنگجویان در مرزهای شمالی این کشور با تاجیکستان بود. پومرشایم گفت آمریکا منفعت دارد است که افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود و افزود بخشی از همکاری های آمریکا و تاجیکستان در سمت امنیت است. As far as Afghanistan is concerned, as you know, the negotiations. در رابطه با افغانستان طور شما هم خبر دارید مذاکرات در زمینه آینده افغانستان ادامه دارد. فرستاده ویژه برای افغانستان هفته گذشته به ایالات متحده آمریکا برگشت. چندین مکالمه و بررسی ها جریان دارند. ما با تاجیکستان در مسائل زیادی امنیتی همکاری میکنیم. بیشبه ما طرفدار همکاری نزدیکتر با تاجیکستان در مسائل زیادی امنیتی هستیم. این همکاری از جمله امنیت مرزی را در بر میگیرد چون که ما برنامه‌های زیاد در این زمینه داریم. ایالات متحده آمریکا عهدهدار است که در افغانستان و در همکاری با حکومت افغانستان یک پلتفرم ضد تروریستی را تهیه کند و این همان چیزی است که ما در آینده سر آن تمرکز خواهیم کرد تا که در آینده افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. این یک خط مهم همکاری ما با افغانستان است. در این امر و در امر تقویت همکاری و همگرایی منطقوی نقش تاجیکستان خیلی مهم است و ما از این سپاسگزار هستیم. یادآور میشم که جان مارک پومرشایم روز 15 مارت اعتمادنامه خود را به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سپرد. او در این مقام الیزابت میلارد را عوض نمود.
رو میارم با موضوع دیگر. مهاجران توجیک در جمهوری یاقوتستان روسیه میگویند بعد تجاوز یک زن روس از طرف مهاجران برخورد مناسبت با آنها بد شده است. کاربران رادیو آزادی از یاقوتستان به رادیو آزادی گفتند که بازداشتی بی سبب و با سبب مهاجران از طرف پلیس زیاد شده است. مسئله مهاجران از آسیای مرکزی در یاقوتستان بعد از آن داغ شد که یک مهاجر قرغیز را با تجاوز جنسی یک ساکن یک کوچه متهم کردند. مقامات میگویند روز 17 مارت یک مهاجر قرغیز زن روسی را تجاوز کرده است. بعد این صدها نفر به مرکزی شهر برآمده به ضد مهاجران کوری از آسیای مرکزی اعتراض کرده و از آنها خواستند که روسیه را ترک کنند. رهبر یاقوتستان گفته است که مسئله مهاجرت غیر قانونی را جدی میگیرد و مهاجران غیر قانونی را از اینجا اخراج میکند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سیوم سلسله گفتار ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه azadi.org نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید و در برنامه بعدی حتما به این سوالهای شما پاسخ خواهیم گفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیت دارد در شعبه‌های میلیسا اتاق‌های مخصوص بازپرسی را با کامراهای مشاهده‌ای تأسیس بدهد. به باور مقامات چنین اقدام برای جلوگیری از شکنجه بازداشت شده‌ها مساعدت می‌کند. سالانه 10 نفر به حامیان حقوق درباره شکنجه شدن پیوندانشان هنگام بازپرسی شکایت می‌کنند. گزارش همکاران ما از نستعلیق وریم در همین باره است. نورالله اشرف یک ماه قبل به نزد حامیان حقوق آمد و شکایت کرد که پسرش را کارمندان میلیسا شکنجه میکنند. علی جان اشرف با اتهام افراطگرایی ماه دکبر سال گذشته بازداشت شده است. نورالله بیش از یک ماه کوشش کرد به دیدار پسرش برسد، اما نه خودش و نه وکیلان دفاع به نزد این جوان راه نیافتند. تنها اول ماه فوریه اجازه دادند که پسرش را ببیند. فرزندش به اون نقل کرده است که مفتشان پیوسته او را لطکوب میکنند تا اتهام را به گردن گیرد. در بی‌بی‌اس دیدمش، بعد همینجا گریسته گفت که اوتا مرا بسیار به درجه زدن که من همه مایی بای ماده زلال بیارین ماده سیادونه چیز بوده سیادونه بیارین. بعد همونجا گریون شد گفت مرا همین خیال زدن که من 4 روز فقط قاشقتی مرا خود دادن تمام. حقوق شناسان میگن ثابت کردن شکنجه مشکل است، چون وکیلان دفاع را به بازپرسی ها راه نمیدهند و آنها هفته ها اجازه ملاقات با زیر حمایه‌شان را گرفتن نمیتوانند. به قول حامیان حقوق ملاقات زمان فراهم میشد که آثار شکنجه نمیماند. برای بستن پرونده و زندانی کردن گمانبر برای مفتشان تنها اعتراف اتهام کافی است. دسترسی ادوکات به زیر حمایه هرچند مطابق بند قانون‌های 53 46 و 47 درباره دسترسی به محدودیت وکیل به زیر حمایه‌اش ذکر شده است، ولی بنابر طلبات به این اجازت مفتش لازم است. یعنی مفتش باید به مقامات بازداشت کننده در این باره رضایت خود را پیشنهاد کند. تنها بعد از این به ملاقات وکیل دفاع با زیر حمایه‌اش اجازت می‌دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف میکند که بعضا مفتشان از مقام خود سوء استفاده می نمایند. برای جلوگیری از بدرفتاری حالا وزارت تصمیم گرفته است که در اداره های پلیس اتاقهای بازپرسی مجهز با دوربین های نظارتی تأسیس دهد. حالا نیز در بعضی از شعبه های میلیسا و بازداشتگاه ها کامره های نظارتی هستند، اما به وکیلان دفاع اجازه دیدن نوارهای آنها را نمی دهند. مشکلات وجود دارد. هنگامی که ادوکات ها ثبت ویدیویی کامراهای نظارتی در بازداشتگاه ها نصب شده را درخواست می کنند، در اکثر حالت ها با آنها می گویند که یا بنابر مشکل تکنیکی یا قطع نیروی برق کامراها کار نکردند. حامیان حقوق میگویند برای آنکه نصب کامراهای نظارتی نتیجه دهد باید به مفتشان دستور داده شود که بازپرسی در شرایط صورت بگیرد که کامراهای نظارتی فعالند. اگر مفتشان این طلبات را رعایت نکنند جزا بگیرند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خداحافظ.